طلایی یا زمان مناسب برای تغذیه بعد از برداشت کی است؟ دوستان یک راهکار ساده و دقیق برای تشخیص زمان مناسب بررسی نهال‌های با سن کم یا پاجوش‌ها در باغ است. ممکنه در باغ شما یه مقدار نهال واکاری کرده باشه یا در باغ شما نباشه، اصلا در باغ کناری باشه. زمانی که دوستان درخت شما، درخت‌های کم سن و سال شما یا اون نهالایی که شما کاشتید در واقع شاخه جدید میزنن، یا اینکه پاجوش‌هایی که شما در باغ وجود دارید اینها نو میکنن، شاخه جدید میزنن، این زمان در واقع زمان مناسب برای تغذیه بعد از برداشت است. دلیل چی است؟ دلیل این است که ما تغذیه بعد از برداشت به این دلیل مهم است که یکی از مراحل مهم ریشه‌زایی در داخل درخت پسته زمانی است که در واقع اون گرمای تابستون شکسته میشه و هوا رو به خنکی میره که معمولا بعد از برداشت این اتفاق میفته. زمانی که درخت شما ریشه‌زاییشو شروع میکنه ریشه جدید در خاک گسترش دادن، بعد از اون در